سلام بچه‌ها، میخوام امروز تو این ویدیو بهتون آموزش بدم که چطور بخشی که توی ناخن لیفت داده رو به راحتی جدا کنید بدون اینکه به ناخن آسیب بزنید. خیلی از شما ممکنه با این مشکل مواجه شده باشین و ندونین چطور باید هواگیری کنین به اصطلاح. اول میایم اون مرزی رو که رنگش مشخصه و متفاوته از بقیه قسمت‌هایی که به ناخن چسبیده، با این مدل سرساهان که بهش میگیم سرساهان کاجی به این شکل جدا سازی میکنیم. روی این مرز رو انقدر تکرار میکنیم و میکشیم تا این شکلی پاپ بشه بیرون. نگاه کنید. در واقع شما تونستید با این شیوه بدون اینکه به بستر ناخن آسیب بزنید یا احساس داغی به مشتری دست بده هواگیری کنید یا اون بخشی که لیفت داده رو بردارید. حالا با این قسمت فرزتون باید بیاین سطحش رو یکم صاف کنید تا پستی بلندی نداشته باشه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادین و چند بار تکرارش کردین و سطحش صاف شد، بیاین از سر فرزتون استفاده بکنید. ضربه های کوتاه و ممتد بزنید تا بخش هایی که مونده و لیفت داده جدا بشه بدون اینکه به بستر ناخنتون آسیب بخوره. و بعد مجدداً از بدنه فرزتون استفاده بکنید برای یک دست شدنش. بعد از این مرحله بیاین از ساهان دستی استفاده بکنید. آهسته روی ناخن رو بکشید و زیرسازی بکنید تا یک دست بشه. توی این ویدیو بیشتر تمرکز روی زیرسازی صحیح و هواگیری ناخن هاست برای اینکه به بستر آسیب نزنید. بعد از اینکه بستر سازی کردین، بیاین استحکام سازی انجام بدین و بعد یه مانیکور کنین و با رنگ همون استحکام سازیتون یک حجیم سازی انجام بدین به این شکل. من داخل همین کانال یوتیوبم توی چند تا ویدیو قبل استحکام سازی، حجیم سازی و مانیکور پروفشنال رو به صورت دقیق و مرحله بهتون آموزش دادم. میتونید برگردین و اون ویدیو رو نگاه کنید. توی بخش حجیم سازی حرکت کردن قلمتون به صورت یو شکل خیلی مهمه که شما به راحتی بتونید متریالتون رو این شکلی روی ناخن پخش کنید. برای تراز شدن و یک دست شدنش بعد از این مرحله میام از قلم لاینر استفاده میکنم. از سایدوال تا سایدوال این شکلی به سمت پایین میکشم تا یک دست بشه. خوب دقت کنید، گوشه ها رو پر کنید. به خاطر اینکه رنگ متریالتون ممکنه میلکی یا کاموفلاژ باشه، باید بخش هایی رو که ممکنه کم رنگ باشه کاملا پوشش بدین. حالا ناخن رو برمیگردونم و سعی میکنم بخش اپکسم رو در قسمت مناسب تنظیم کنم. گاهی وقتا ممکنه داخل متریالتون حباب باشه یا متریالتون خیلی سفت باشه. اینجا از فندک استفاده میکنم. یه کوچولو با یه فاصله مناسب حرکت میدم و این شکلی یه کار فوق العاده رو میتونم داشته باشم و به راحتی متریالم تراز میشه. برای دیدن ویدیوهای بیشتر لطفاً ما رو در کانال یوتیوب دنبال کنید.